السلام عليكم تماشابینان شبکه حکمت تیوی با صحیفه ما در اینستاگرام و تلگرام نیز ابونه شوید و ما را آنجا نیز پیگیری کنید. سروغه صحیفه ها در زیر این نوار. من طبیب مهدوان دکتری عمل کننده. دیروز من در برآمد استاد عبدالرحیم گرین اشتراک داشتم. یک دانشجوی طب به او سوال کرد درباره جنت. پس کسانی که اسلام را پیروی میکنند به جنت وارد میشوند و کسانی که پیروی نمیکنند به دوزخ. جوابی که استاد عبدالرحیم گرین داد قانع کننده نبود. لطفاً این مسئله را برایمان شرح میدادید. تشکر. برادر عبدالرحیم گرین به سوال کسی جواب داده گفته است که کسی که پیروی اسلام میکند به جنت وارد می شود و کسی که پیروی نمی کند به دوزخ. گویا که جواب قانع کننده نبود. من خودم آنجا بودم و باوری دارم که برادر عبدالرحیم گرین جواب قانع کننده دادند. شاید شما بعضی از ایرادها و سخنهای وی را نفهمیدید. من را میدانم و یک سخنگوی بسیار خوب است. وابسته به جواب این سوال که مسلمان ها به جنت می روند و غیر مسلمان ها به دوزخ، برادر شرطی در آمدن به جنت در سوره عصر سوره 103 آیات‌های از 1 تا 3 آمده است. سوگند به زمان که آدمی در زیان است، غیر آنهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق دعوت کردند و یکدیگر را به صبر وصیت نمودند. برای آنی که انسان وارد جنت شود باید 4 طلبات را رعایت کند. باوری یعنی ایمان، آن چیزی که من گفته گذاشتم، ارکان ایمان، عملهای صالح، دعوت مردم به حق و دعوت مردم به صبر. اگر یکی از این طلبات ها رعایت کرده نشوند، احتمال ندرآمدن تو به جنت وجود دارد. فقط داشتن نام عبدالله، محمد، سلطان، زاکر تو را به جنت نمیبرند. فقط با گفتن من مسلمان هستم به جنت نمیروی. الله در سوره عنکبوت سوره 29 آیت 2 گفته است. چی فکر داری؟ تنها با گفتن من ایمان دارم، تنها با گفتن من مؤمن هستم به جنت میروی؟ همانا الله تو را امتحان میکند. پس همین طور تنها با گفتن من مسلمان هستم تو جنت نمیروی. برای شخصی که به اسلام پیروی میکند، اسلام از ریشه کلمه سلام یعنی صلح و آرامی آمده است. این باز معنای اطاعت کردن، تسلیم شدن به الله را دارد. انسانی که اراده خود را به الله تسلیم میکند مسلمان نامیده میشود. پس شخصی که به دین پیروی کرده به الله تسلیم میشود مسلمان است و با وجود هر نامی که دارد وارد جنت میشود. پس معیاری به جنت رفتن این داشتن ایمان است، یعنی با ارکان ایمان، به مثال ایمان آوردن به الله، به رسولان، به فرشتگان، به کتابها و غیره. عملهای صالح انجام داده به گفته های الله تسلیم شو. اگر تو به گفته های الله تسلیم شوی، پس این با عربی دین اسلام است. ولی این معنای آن را ندارد که اگر تو از پاکستان یا از سعودی باشی به جنت میروی. نه. همه اهالی سعودی و یا پاکستان والله اعلم تنها الله میداند که به جنت میروند یا نه. انسان به جنت میرود که برادر از فرمانهای الله متعال اطاعت کند. شخصی که از فرمانهای الهی اطاعت میکند، بسیاری از این فرمانها را من بارها در برآمدهایم گفته گذشته بودم و اگر تو از این فرمانها اطاعت کنی، تنها با نام من مسلمان، محمد، عبدالله کار حل نمی شود. برای عوض کردن نام یگان مجبوری نیست. نام گرین مسلمانی نیست. پس این معنای آن را ندارد که او به جنت نمی رود. دعا میکنیم که انشاءالله او نصرانی بود و بعد اسلام را پذیرفت. همین طور نامها تو را به جنت نمیبرند، ولی عملهای صالح باشند میبرند. به الله ایمان بیاور، عملهای صالح کن، مردم را به حق دعوت کن و مردم را به صبر دعوت کن. اگر عملهای تو صالح باشند، اگر ایمان تو صحیح باشد و تو مردم را به حق و صبر و شکیبایی دعوت کنی، انشاءالله پس هر یک شخص میتواند به جنت رود. امیدوارم که این جواب من به سوال شما بود.